جگری سروک امریکا جو بایدن بو یکم جار پشتی 5 سالان سردان بغداد دکت و حولن راگرتنا هلوشانا پروسا سیاسی عراق ددت که بوی آستنگ دریا بزاوین برای برایتی امریکا بوشکاندنا چکدارین دولت اسلامی لعراق و سوریه. کارک گلک بزحمت هاتیه کرن. از دیگل سروک وزیر و سروک پرلمان عراق کن بوم دربار پیشوچون لشکری دژی داعشه. سنگیا دانوستاندن آل سر نقشه آزاد کردن موسل بو. هفکاری دیگل همه آلیاده تکرین و از زور یجبینم. لی گشبینیا جگری سروک امریکا ریپری آستنگن سیاسی و لشکریان دم درش دبت که سروک پرلمان عراقی قیران سیاسی لپیشیا شر دژی تیروره داناد. یا زور گرنگ با ما آرامیا سیاسیه. لدم ام خوب و شرک مزن دژی داعشه آماده دکین. حکومت عراق و ریوبری امریکا بهیوین اپراسیون آزاد کردن موصل جبری گرما هاوینا و سال دست پی بکرد. لی اف هیویا لچند الجه خویه لدم آلیین سیاسیین عراق و جوانا کرد کفتین برناکوکین سیاسی. ریوبری سروک باراک اوباما پیشگرمین هزین کردایه دشار دژی چکدارین دولت اسلامی لعراق و سوریه. لورا سنگیا جوینا جیگری سروک امریکا جو بایدن دگل سروک هریما کردستان مسعود بارزانی لسر بجداریا کردان بو ده اپراسیون آزاد کرنا باجر موصل. حکومت امریکا آرامی عراق ده دست حالات داریه که یک گرتی داده بیند بو گشپیدان و وجناف برنا تروریزمه. امرون و اشکره بون دگل سروک وزیر عبادی گود وی حمو عراقین لهف بین ده حکومت که ده گونو نرتیا حمو آلیان بکه. شارزاین سیاسی باور دکن اپراسیون لشکری با آزاد کردن موصل دوی سال دا چه نابد جبرکو بغدان آماده یا. از باور دکن پیناسینه که دناب امریکیان ده هیه گو زور گرینگا موصل دوی سالی ده بیتا ورگرتن لی نابا گو دوی سالی ده ببه او لداخوانیا جو بایدن اف تشت اشکره بو. سرارای که حکومت امریکا آماده کاریان و آلی کاریان لشکری برهف دکت بزیده کرنا هجمارا سربازان و برهف کرنا چکی لی جدابرین حکومت عراق ریگرا هر سرکه بوجناف برنا داعشه. خالد فتاح دنگ امریکا.